چه توانایی‌هایی دارد و آیا موشک‌های هایپرسونیک ایرانی می‌توانند از سد آن عبور کنند؟ با سلام و درود به همه بینندگان کانال تیر نیوز. خوش آمدید. در برنامه امروز می‌خوایم برای شما از سامانه تاد آمریکایی بگوییم. سامانه‌ای که آمریکا برای مقابله با موشک‌های ایران در اسرائیل مستقر کرده. برای اینکه بدانید سامانه تاد چیست، چه قابلیت‌هایی دارد و آیا در مقابل موشک‌های ایرانی توانایی دفاع دارد، برنامه ما را تا آخر دنبال کنید. تاد یک سامانه دفاعی ضد موشکی است که توسط شرکت لاکهید مارتین برای ارتش ایالات متحده طراحی و ساخته شده. این سامانه برای رهگیری و نابودی موشک‌های بالستیک در مرحله نهایی پرواز، یعنی در ارتفاعات بالا و نزدیک به جو زمین طراحی شده. مأموریت اصلی تاد دفاع از مناطق وسیع در برابر تهدیدات موشکی بالستیک کوتاه، میانبرد و دوربرد تعریف شده. این سامانه قادر است موشک‌ها را در فاصله و ارتفاع بالا رهگیری کند و قبل از اینکه به اهداف زمینی اصابت کنند، آنها را منهدم کند. موشک‌های حدود 900 کیلوگرمی تاد کلاهک‌های انفجاری ندارند، به این معنی که از نوع جنبشی هستند و به جای انفجار با وارد آوردن ضربه مستقیم به اهداف آنها را نابود می‌کنند. ارتش ایالات متحده در حال حاضر 7 سامانه تاد را در اختیار دارد که هر کدام از 6 پرتابگر نصب شده بر کامیون تشکیل شده‌اند. در داخل هر پرتابگر نیز 8 تا 9 موشک قرار می‌گیرد. این سامانه قابلیت ارتباط با سامانه‌های دفاعی دیگر مانند پاتریوت که برای رهگیری اهداف در برد کوتاه طراحی شده‌اند را دارد و می‌تواند بخشی از یک شبکه دفاعی بزرگتر نیز باشد. یک سامانه دفاعی تاد حدود 1 میلیارد قیمت دارد و ارزش هر موشک آن بین 10 تا 15 میلیون دلار تخمین زده است. چه چیزی تاد را اینقدر دقیق می‌کند؟ آنچه که دقت سامانه تاد را بسیار بالا برده، سیستم راداری آن است که برای شناسایی، ردیابی و هدایت موشک‌ها از آن استفاده می‌شود. این رادار دارای قابلیت تشخیص اهداف در فواصل دور است و می‌تواند به سرعت موشک‌های مهاجم را تشخیص داده و برای رهگیری آماده شود. تاد قابلیت ردیابی اهداف در برد تا 3000 کیلومتر را دارد و از این نظر می‌تواند با قرارگیری در خاک اسرائیل تمامی موشک‌های بالستیکی از ایران را شناسایی کند. آنچه تاد را در میان تمامی پروژه‌های موشکی تاریخ تسهیلات نظامی جهان منحصر به فرد کرده، این است که مدل‌های تولیدی این سامانه در آزمایش‌های تمرینی هرگز در رهگیری اهداف ورودی شکست نخوردند. سرعت موشک شلیک شده توسط سامانه تا 8 برابر سرعت صعود، یعنی 10,000 کیلومتر بر ساعت میرسد. تا در کنار سامانه‌های دفاع ضد موشکی فلاخون داوود، پیکان 2 و 3 و همینطور گنبد آهنین اسرائیل قرار می‌گیرد. ایالات متحده سامانه تاد را علاوه بر اسرائیل در کره جنوبی و گوام برای مقابله با تهدیدات موشکی احتمالی از ناحیه کره شمالی و چین مستقر کرده. اوکراین برای مقابله با حملات موشکی روسیه به شدت به دنبال تاد است. با این حال آمریکا هنوز آن را در مقابل کیف قرار نداده. گزارش شده است که عربستان سعودی نیز در ازای به رسمیت شناختن رسمی اسرائیل خواهان دریافت تاد از آمریکا است.
پیش از این نیز و در پی حمله هوایی حوثی‌های یمن به ابوظبی در ژانویه 2022 سامانه تاد در امارات عربی متحده مستقر شده بود و در ماه فوریه همان سال توانسته بود 2 موشک شلیک شده توسط حوثی‌ها را رهگیری کند. آیا موشک‌های مافوق ایران توانایی گذر از سامانه تاد را دارند؟ با اعلام خبر استقرار سامانه تاد در اسرائیل، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به مقامات آمریکایی هشدار داد که واشنگتن جان سربازان خود را با استقرار برای عملیات سامانه‌های موشکی در اسرائیل به خطر می‌اندازد. خبرگزاری تسنیم نیز استدلال کرد که تاد قادر به رهگیری فتح 1 ایران که در حمله اول اکتبر به اسرائیل استفاده شد نیست و استقرار این سامانه کمک قابل توجهی به اسرائیل برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران نخواهد کرد. موشک‌های بالستیک ایران مانند فتح 1 ایران در حمله اوایل این ماه خود به اسرائیل استفاده کرد به سمت بالا به جو زمین شلیک می‌شوند، جایی که مسیر را تغییر داده و به سمت هدف خود فرود می‌آیند. یکی از مزیت‌های نظامی این موشک‌های بالستیک مافوق سرعت بسیار زیاد آنها در مقایسه با موشک‌های کروز یا پهپاد است. ایران از ذخایر موشکی با بردهای مختلف برخوردار است. شهاب 1 با برد ادعای 300 کیلومتر، فتاح 110 300 تا 500 کیلومتر، شهاب 2 500 کیلومتر، ذوالفقار 700 کیلومتر، قیام 1 750 کیلومتر و شهاب 3 2000 کیلومتر از جمله این موشک‌ها هستند. به گفته مقامات ایرانی در حمله به اسرائیل از موشک بالستیک فتح 1 استفاده شد. سپاه پاسداران میگوید با این موشک هایپرسونیک 1400 کیلومتر برد و سرعتی برابر با 13 تا 15 ماخ دارد که هزینه هر عدد آن حدود $200,000 است. از دیگر موشک‌های استفاده شده در حمله اسرائیل میتوان به موشک بالستیک میانبرد خبیرشکن با سوخت جامد اشاره کرد. بنابر ادعای ایران این موشک تا 1450 کیلومتر برد دارد و سرعت آن به 4 تا 5 ماخ میرسد با کلاهک انفجاری 500 کیلوگرمی. این موشک میتواند آسیب قابل توجهی را به اهداف وارد سازد. لاکهید مارتین بزرگترین سازنده تسهیلات آمریکایی و شرکت تولید کننده تاد میگوید این سامانه در برابر موشک‌های بالستیک بسیار مؤثر است. با توجه به سابقه عملکرد تاد و همچنین توانایی‌های آن روی کاغذ عبور موشک‌های بالستیک دوربرد و میانبرد ایران از آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. با این حال در نبردهای با حجم بالای موشک‌های شلیک شده و تعداد زیاد رهگیری‌ها و برخوردها باید دید در صورت درگیری احتمالی موشک‌ها و همینطور سامانه دفاعی تاد چه نرخ موفقیتی را از خود به جا می‌گذارد.